شورای هماهنگی قوم بلوچ ساکن ولایت فاریاب طی برگزاری محفلی از حکومت محلی فاریاب اعلام حمایت نمودند. احتفالی که به همین مناسبت در سالن کنفرانس مقام ولایت دایی گردیده بود، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید توسط حافظ غلام رسول بلوچ تلاوت و سرود ملی کشور پخش کردید. پس از آن دکتر محمد بلوچ، استاد آقا کریم وطنیار، عبدالرحیم ازبی کوغلی و عبدالرزاق طوفان هر کدام به نوبه پیرامون هماهنگی مردم، ضرورت حمایت از حکومت، روند بهبود ارائه خدمات و سیستم حکومتداری در فاریاب و همچنان مشخص شدن جایگاه ولایت فاریاب در بین سایر ولایت افغانستان به عنوان یک ولایت مهم و درجه اول اراده سخن نموده از تلاش‌ها و فعالیت‌های دکتر نقیب الله فایق والی فاریاب تقدیر و تشکر نمودند. پس از آن دکتر نقیب الله فایق والی فاریاب اراده سخن نموده اتحاد و اتفاق تمام مردم فاریاب را از جمله ضروریات پیشرفت و ترقی این ولایت دانسته از حمایت و همکاریشان جهت تحقق عدالت اجتماعی حکومت محلی توسط اقوام مختلف تشکر و قدردانی کرد. ولی فاریاب اضافه کرد فاریاب به همه متعلق است و هر فاریابی مکلف است به خاطر پیشرفت و ترقی این ولایت تلاش کند و تمام تلاش هم به همین منظور بوده است. محفل با اهدای چپن دستار به رسم عنعنه بلوچی توسط اعضای شورای بلوچی برای والی فاریاب خاتمه یافت.